سلام علیکم. چطور بچه حال چطوره؟ خیلی خوش اومدید به چنل مکانیک شو. بچه ها این قسمت میخوایم طریقه تنظیم این ضبط بهتون آموزش بدیم. ضبطتون فرقی نداره چه مدل جدید باشه مدل قدیم باشه، هیچ فرقی نداره. خب اولین کاری که میکنیم برید که شونش کنیم. خب اولین کاری که میکنیم این دکمه وسطی یه ضربه میزنیم تا حالا تنظیم کردنش این بره صداشه که مثلا چطور بخواب بخونه، یعنی صداش قشنگ بگنه. این میگم این رو هفت بزنید بهتره، بزنید رو هفت. میره سراغ قسمت بعدیش. این بچه ها رو صفر بزنین، چون اگه مثلا روی دو بزنید این ور بلنگو ای ور میخونه، اگر رو منفی یکی دو چهار بزنید بلنگو ای ور بچه ها میخونه. خب برین قسمت بعدی. این هم رو ان باشه. خب حالا بعدی این بره بلنگوش، یا همه که گفتیم رو ان. حالا قسمت بعدی. حالا بچه ها این قسمت شما میگه چه نمونه میخواین؟ پا پیپاش؟ حالا کدوم میخواین؟ بچه ها رو اف رو آف بزنین خیلی بهتره، قشنگ ساش خوب کار میکنه، بیس قشنگ براتون میزنه. خب این هم طریقه تنظیم کردنش. هر طورش که میخواین تنظیم کنین از طریق این دکمه رو دکمه کلیک میکنین، هر جوری خواستین با کم و زیاد کردن ایستادا میتونین تنظیم کنین، خیلی راحت. لایک و سابسکرایب بچه‌ها یادتون نره. مرسی.